یو چطوری سلامتی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از نوید مرگ. آقا اومدیم بریم وانوان پیدا نکردم، فقط منتظر موندم با شما دونه دونه بریم مپا رو بگردیم. اینکه خوب دختری کانالش بسته، دونه دونه بریم بگردیم چی خوبه. بذاریم بچه من اینو فعالش کنم. او مافیا اینا شروع کنن، اینو نمیدونم بچه هستن یا نه بچه هم باشن که اب نداره. میریم بازی میکنیم ببینیم کی به کیه. آقا پارتی پر شده ولی لیدر نفهمه خدایی. کی بود این وایتمون داد نمیدونم ولی خب نمیدونم، من که حرف نمیزنم ولی خب ولی خب اوه وان اسنای. بابا کی بهتر من برای تو؟ کی بهتر از من برات میمونه؟ کی بهتر از من برات عزیزه؟ خب بچه ها حاضرین؟ یه میخوام ترای هاردی پلی بدم. این ده بسم الله اشتباه شد. ای بچه یه اتفاق افتاد، من دارم باهاش بازی میکنم. من دارم با فن بازی میکنم و فنه افتاد برام یه لحظه دیگه هم طول میکشه ولی خب الان فیکس بازی نمیشه با فنه بازی نمیشه. یه بار بدون فن بازی میکنم این موبایلم داغ میکنم. سطح بازی من ببینم بازم نیست. دستم گرمه اومدم با شما بزنیم. یه دست این میزنیم یه دست فایرنگ. چند تا ویدیو اینجوری میریم تا بعدا ویدیوهامون ارتقا بدیم و ویدیوهای خط رو دیدیم. خط میگیره روی خط میگیره بازیش بد نیست فقط خط بگیرش اوکی. بگم بچه من باید ترهات بکنم. اگر که میبینید حرف نمیزنم ازتون عذر خواهی میکنم و یکم حرف نمیزنم. هدگیری شد. بابا 3-6 یه کامبکی براتون میزنم. هدشات طرف خیلی نوبه میدونم، فقط من دستم سرد ترای هاردم نمی کنم. طرف واقعا نوبه. آدم باید با کسی که خطگیری میکنن خطگیری بازی کنه. همون سبکی که بازی میکنه همون سبک بازی کنه. من خطگیری رو دیدیم و خط گرفته بود بیا. من نمیدونست که من بازی با هدگیری چو اینا هم بازم میزنم.
خیلی خطیره، خیلی خطیره. من خطگیریم افتضاحه. بازی هم متاسفانه وای تیر دیر زدم. میبرم ولی ریجیستر دیدین نتو ناموسم بچه ها. اصلا هر وقت میام ویدیو بازی 10 برابر مهمتر میشه. یکم درست بازی کنم. یکم بچه من ببخشید حرف نمیزنم. درست بد زد منو. هدگیریشه پشت همش هدگیری و خطگیری. میبینی اصلا این سبک بازی ها واقعا طرف رو باید ریپورت بدی بندش بدی. بخواد فول راش بازی بکنه میمیره. اگه بخواد با هدگیری چه خطگیری بازی بکنه میزنه ولی شرفشو از دست میره چون که خطگیرا داشت بیشتر. خطگیری نکنین دیگه بچه ها. طرز بازی خطگیری خیلی طرز بازی بدیه. سعی کنین خطگیری رو کنار بذارین. کسایی هم که بازی تازه یاد گرفتن سعی کنین که سنستون رو درست انتخاب بکنین به خطگیر نباشین مثل این که واقعا اصلا آدم خورد میشه. با خطگیری هر کی بخواد میتونه ببره ولی اینکه فول راش باشه و رو در رو باشه اونجور جنجالی تره. کی میبره کی میبازه اینجور بازی قشنگ تره. من خطگیریم بده خیلی جنسیزه ولی خب موضوع دیگه. این نگرفت ولی الان این گرفت. زدم نخورد. بچه تا انگشتی این بار بزنم بعد مدت ها تا انگشتی بعض وقت واقعا باید دو انگشتی رو به یه انگشتی ترجیح بده. دو انگشتی آقای از این دست بریم یه فایر رنج هم پیدا بکنم براتون قشنگ فایر رنج هم بیارم تو فایر رنج هم بازی بکنیم. الان دست من شد دوستان اومدیم نشد روم بریم به جاش اومدیم یه رومی که میگن بازی شاتگان. تیم دث مچ شاتگان چراش بازی شاتگان بریم بازیمونو بکنیم دیگه. بازی شاتگان منم بدکی میبرم بتل بازی کردم بتل بازی کردم برای همین یکم شاتگانم بد نیم خوبم نیم.
ولی خب کی به کی میده؟ چه بد یارم کیل میده. من تا حالا 2 بار کیل دادم. Enemy contact. Headshot! You've taken the lead. شاتگان شده. شاتگان اسنایپ نکش. شاتگان Enemy down! پشت من زد و آره شانس رو فقط دمیج میشه. یعنی من اگه هم بزنمشون راحت میشه. نگاه کن. اوه نیت دیگه. واقعا نیت نری. چه نامرده Enemy in sight. Target down. Need backup! از اون بر Enemy in طرف شاتگان پلیره. ولی خب ویدیو بعدی بچه قراره Enemy contact. You've taken the یه lead. ویدیو باحال باشه که قراره بریم همون فایر رنج مپ زامبی و این ویدیو که دبل دو بار رفتیم شیومنت یه استایل شاتگان. Enemy contact. I'm hurt! بازی هم که دیدیم شاتگان کیار ها ایکی چی بوده اسمش شات گانش Tango down! اوه چه بد زدم. Enemy پیداشون نمیکنم. یکیه یا 2 تا Enemy in پیداشون sight. کنم. Enemy down! چرا گان میکشی؟ نرین تو بازی دیگه. شاتگان بکش. به همین حال نمیده با لول پایین بازی کردم. مریض. Enemy in sight. برای همین دوست دارم با لول پایین بازی کنم. شاید بعضیشون نوب نباشن ولی بعضیشون قطعا نوبن. مثل همین طرف رفته گان داره میکشه. انتا ببخشید دوستان اصلا خود شد به خاطر یه همچی کسایی نگاه هنوز گان داره. Yeah! Tango down! Targets in چه ایمی داره دستش به طرف. اوه نیده نختن. اینا نامری بازی میکنن به خاطر یار لول پایینمونه. Tango down! اوه نمورد طرف. We're almost there. Keep it up. It's too close. Fight اوه harder. میخواستم دورشون بزنم نتونست. یارم فقط بلد کیل بده. یعنی من Keep it up, team. با یه به خدای نوبتهی میرفتم بازی بلد بود. Target. Lost the lead. دمیج میشه. ولی داره اصلا خورد میشه از دست یار باتمون. Target down!
نه بد زدن نیدو اصلا Enemy in sight. Enemy down. طرف نید ها نید پرک نید همین نید بازی Tango down. همین نوع بازی ها پرک نید من تو دلم در من دلم زده بودمش Enemy down. Enemy contact. Enemy down. از پشتمون تمام بردن بردن دوستان مثل که این ویدیو رو دیدین دمتون گرم لایک و ساب یادتون نره کامنتون بزنین که بعدا با کی دوئل بزنم از اینجور نامردی هم میشه ولی خب برای خودتون باشین و تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون